امروز 29/5/1405 ساعت 6 صبح، زراعت آقای اسماعیل صالح‌پور که بعد از 5 روز آبدهی و راه کردن آب تو کانال هنوز آبیاری نشده. این وضعیت زراعت آقای صالح‌پوره که اگه همین شرایط آبم اینجوری بمونه که آبیاری نمیشه، الا اینکه یه فکری به حال کشاورز و زراعتش بکنن. همینطور که میبینید زمین ترک برداشته و خشکه. نزدیک 10 هکتار زمین شلتوک بدون آب مونده. در تاریخ 29/5/1405 ساعت 6:07 صبح. همینطور که میبینید زراعت داره داغون میشه. به رنگ زرد همه جا معلومه. خسارت اینو کی میخواد بده من نمیدونم.